آقا مهاجرت. مست بودم ساعت 3 صبح. ترکیه، ایتالیا، فرانسه، یونان. پیرزن طوریه. اسپرسو بزنیم، لانگ بزنیم. تو که نباید خطای منو با بی احترامی جواب بدی. مسیر یه مسیر خاله‌بازی باید بدونی همه چی صفر میشه. از یه روستا داریم زندگی میکنیم، میخوایم بریم به شهر. پس مثلا بعضی از میوه ها که پرتقال، انبه، اینا با هم فرق دارن. بیشتر از فکر کنم 7 کشور زندگی کردم. به یه خودمونی دیگه خوش اومدید. حالتون چطوره؟ قند و عسلید؟ میزونید؟ امروز اومدم یه ذره با هم گپ و گفت کنیم. با چی؟ ببین چی گرفتم برات. دیریرین آووکادو. آووکادو دیگه همه جا هست دیگه، یعنی تو هر موقع دلت بخواد میتونی یه آووکادو بخری از میوه فروشی سر کوچه بزنی به بدن. اما اول از همه من بگید که فرق این دوتا آووکادو چیه. این یه ذره پوستش این شکلیه اگه فوکوس بکشه، این یه ذره پوستش این شکلی تره. من فکر میکنم که این مال یک کشور و یک اقلیمی، یه جایی این مال یک کشور و یه جور دیگه است. مثلا بعضی از میوه ها که پرتقال، انبه، اینا با هم فرق دارن. حالا شما اگه میدونید دارم بگید، ولی در هر صورت جفتش آووکادوست. میخوایم با هم امروز بزنیم حالشو ببریم. ببین آووکادو رو من هر جایی که با بچه ها این ور اون ور رفتیم زدم به بدن، هر کی منو دید گفت چقدر آووکادو رو جذاب درست کردی. من خیلی کار خاصی نمی کنم. نمیدونم چرا، ولی حالا امروز با شما یه هندلینگ انجام میدم. آووکادو رو به این صورت پوست نازش رو میکنی و اگر که تمایلتون به مایلتون نزدیکتر بود پوستش رو میتونید بذارید روی پوستتون، چون تقویتیه. آقا مهاجرت چه مقوله عجیب غریبیه. من هر سری که میام توی این اینستاگرام، میام توی یوتیوب، میام این ور اون ور میچرخم، میبینم خیلیاتون دارید در مورد مهاجرت دایرکت میدید، پیغام میدید، حرف میزنید. خیلی عجیب غریبه نیست؟ و یه موضوعیه که هیچ وقت هم تمومی نداره. یعنی ما همچنان که روی این کره زمین داریم زندگی میکنیم، هممون دوست داریم که جابجا شیم. این جابجا شدن تو خون وجودمونه. اصلا ربطی هم به ایرانی بودن و خارجی بودن نداره ها. کلا دوست داریم کلا جابجا بشیم، از اینجا بریم اونجا، از اونجا بریم اونجا. خونه میگیریم دوست داریم چند وقت باید خونه‌مون رو عوض کنیم، بزرگتر کنیم. ماشین میگیریم دوست داریم چند وقت باید بزرگتر کنیم. محل زندگیمون رو دوست داریم بهتر بکنیم. شهرمون رو می‌خوایم عوض بکنیم. از یه روستا داریم زندگی می‌کنیم می‌خوایم بریم به شهر، از شهر می‌خوایم بریم به یه شهر دیگه. کلا علاقه‌مند هستیم. انسان‌های روی کره زمین اینطورین. کلا علاقه‌مند هستیم به اینکه ریسک بکنیم و جابجا شیم. حالا یه سریامون تواناییش رو داره و میتونن، یه سریامون تواناییش رو ندارن، اون ریسک پذیریه رو ندارن، بیشتر تو حاشیه امن خودشون هستن، ترجیح میدن که تکون نخورن، یه موقع بالا نشه پایین نشه. اولندش که یه چیزی بهت بگم، ببین تویی که داری این ویدیو رو میبینی، نمیدونم جز کدوم دسته هستی. جز آدم‌هایی هستی که بیشتر تو حاشیه امن دوست داری بمونی، زندگی کنی، تکون نخوری، یا ترجیح میدی یه جاهایی ریسک بکنی. ولی ببین اینو یادت نره، حاشیه امن تو که الان هستش تو هر کشوری هستی، هر جایی که داری الان زندگی میکنی، یه روزی حاشیه امنت نبوده دیگه. بعد شروع کردی. این آووکادو رو اینطوری لختش کردم، هسته‌شو در آوردم، حالا دارم اینطوری قاچ قاچش میکنم. ایزی پیزی. یه روز حاشیه امنت نبوده دیگه، تلاش کردی این ور اون ور، یه خونه‌ای ردیف کردی، یه کاری ردیف کردی، یه درآمدی واسه خودت جفت جور کردی، نشستی خوردی خوابیدی، همینو داری میگذرونی. ولی باور کن که حاشیه امن‌های بزرگتر پس ریسک‌های جذاب‌تره. ریسک هم روش معلومه دیگه، 50-50. بعضی موقع میشه، بعضی موقع نمیشه. فقط اگه منطق و آگاهی و خردت رو نسبت به اون ریسکی که میخوای بکنی بالا ببری، احتمال بردت بیشتر میشه. همین. وگرنه ریسک اسمش روشه. تو میخوای یه مغازه بزنی، ریسک میکنی. ولی این نرم‌تر بود به نظر ما.
ولی من اون یکی رو پوست کردم، نمیدونم چرا. کاش که اینو پوست میکردم. حالا سری بعد اینو براتون پوست میکردم، توشو ببینید. این یکی هم برام یه ذره روش شبیه چیزه، پیرزنطوریه. پیرزن تو خودم هستم. آره خلاصه تو هر جایی هم بخوای یه ریسکی بکنی بالاخره اون استرس رو داری که بخوای جابجاش. اما مهاجرت یه کوچولو ریسکش بزرگتر و ابعادش پیچیده تره. چرا؟ چون تو میخوای از یک لوکیشنی به یه لوکیشن دیگه مهاجرت کنی. مهاجرت کردن شهر به شهر داریم، مهاجرت کردن کشور به کشور هم داریم. دو مدله. حالا تو ممکنه مهاجرت از این کشور بری به اون کشور و خیلی بترسی، ممکنه از این شهر بری به اون شهر خیلی نترسی. مثلا الان اصفهان داری زندگی میکنی، میخوای بری شیراز، مثلا خوزستانی میخوای بیای تهران، از اون ور به این ور استرسش کمتره. چرا؟ چون توی اقلیم ثابت زبان فارسی هستی ولی باز هم استرس داره. حالا از یک کشور میخوای بری یک کشور دیگه، زبان عوض میشه، نقشه اونجایی که داری زندگی میکنی عوض میشه، جغرافیا عوض میشه، فرهنگا عوض میشه، افکارا عوض میشه، بیزنس ها فرق داره. همین الانش مثلا برات مثال بزنم تو ایران خودمون، چون من 2 سال کیش زندگی کردم. وقتی رفتم کیش میخواستم بیزنس را بندازم، مغازه را بندازم، باشگاه و فلان این حرفا، اصلا اقلیم خود کیش با تهرانی که من بچگی توش بزرگ شدم به دنیا اومدم فرق داشت و باید یه مدت طول میکشید تا بفهمم تو کیش چجوری باید بیزنس کنم. نمیتونستم با تفکر تهران برم کیش بیزنس کنم. فرق داره، چون اونجا یک جزیره است، آدماش یه مقدار محدودترن و بیشتر توریستیه و من باید تفکرات توریستی و تفکرات جزیره رو بیارم توی بیزنسم. حالا همینو بیار از توی ایران، میخوای بیای توی کشوری دیگه، مثلا دبی، مثلا ترکیه، ارمنستان، اروپا، آمریکا، باید تفکرات و فرهنگ اون کشور رو بلد باشی برای بیزنس کردن، برای کار کردن، برای هر چی، امرار معاش کردن دیگه. یعنی تو داری میری مگر اینکه یه بک مالی خیلی خفنی داشته باشی، حالا کار داری، سرمایه داری، فلان داری، هر چی، اصلا نمیخوای کار کنی، فقط میخوای بری مهاجرت کنی یه کشور دیگه. همون مهاجرت کردن به یه کشور دیگه حتی با بک مالی قوی هم خودش یه سری چالش‌های عمیق داره. تو اولین کاری که توی مهاجرت میکنی اینه که میای اول از همه کشورت رو انتخاب میکنی. بعد از اینکه کشورت رو انتخاب کردی میای دست و پا میزنی تا برسی به اون کشوره. خب حالا اگه کشوری باشه که ویزاش مناسب باشه، نرمال باشه، تو چند بار ویزا میگیری، میری میبینی، میای فلان این حرفا، بعد مهاجرت. اگه کشوری که ویزاشون سخت‌تر باشه مثل اروپا و آمریکا، تو دیگه خیلی باید دیگه دست و پا بزنی تا بتونی اولین ویزایی که میگیری بری واسه رفتن اصلیت. میدونی چی بهت میگم؟ خیلی از کسایی که آمریکا و اروپا مهاجرت کردن اولین ویزاشون رو گرفتن همون رو رفتن، ولی خیلی از کسایی که توی کشورهای آسیایی و کشورهایی که ویزاشون نسبت به ایران یه مقدار مناسب‌تر هستش میتونن چند بار برن، مثل دبی، مثل ترکیه، مثلا مالزی، مثل ارمنستان، اینا چند سری تا حالا رفتن اومدن دیدن، بعد مهاجرت اصلیشون می‌کردن. ولی گزینه‌ای که مثلا می‌خوای بری سمت کانادا، می‌خوای بری سمت آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، آلمان، ایکس، ایگرگ، فلان، استرالیا، نه یه بار ویزا رو میگیری باید لیتس گو جمع جور کنی بری. به خاطر همین خیلی سخت‌تر و درگیرتر. تو خیلی چیزا رو وقتی میری متوجه میشی، از کرایه خونه گرفته تا خرج و تا رفت آمد و خورد و خوراک و همسایه‌هات و آدمات و محله‌ها و کدوم محله واقعاً به سلیقه تو بهتره. شاید یکی توی کشوری یه شهری باشه طوری چیزی، آقا این آووکادو رو یه لقه وایس تا شهر رو اینجا داشته باش، آووکادو رو عسل ریختم روش، ناناز، بذار من اینو ببینم میتونم روش فوکوس بزنم. بله ببین، عسل ریختم روش، ناناز. خب بعد این چه اتفاقی براش میفته؟ وقتی عسل رو میزنی روش، این عسل یواش یواش آب میشه رو آووکادو. بافت آووکادو یه جوریه که عسل رو میکنه مثل چایی، اینقدر چیز میشه. عسل این شکلیه دیگه، میبینی عسل الان اینه دیگه، این داستانش اینطوری یه ذره این شکلیه. بعد یه بزرگی به هم میگفت عسل اورجینال اونیه که وقتی که اینطوری از بالا میگیری این خطش اینطوری خط بشه، تخ تخ نشه. من مثل این اورجینال هست چون عسل رو میدونید که عسل زنبور میزنه، ولی این که
آب شکر باشه یا عسل یه بحثه، یا این قدیمی شده. این که به زنبور آب شکر داده باشن عسل بزنه یه بحث اصلیه، چون اکثر عزیزایی که زنبورداری میکنن به جای اینکه زنبورا رو ببرن توی جای خفن و خوش آب و علف و گل و گیاه که برن شهر بمیکن بیان عسل درست کنن، پالتای انقدی آب شکر میذارن دم صندوق زنبورداری. زنبوره از در صندوق اینطوری میاد بیرون، تلپ میفته تو آب شکر رو میخوره، همونو دور میزنه میره عسل میده. به خاطر این عسل بی‌کیفیت ترین عسل ممکن میشه و عسل طبیعی هم هست. تو هر آزمایشگاهی هم ببری میگن این عسل طبیعیه که خود زنبور داده. بله، ولی زنبور چی خورده؟ آب شکر خورده، عسل داده. عسلایی که خیلی گرونتر و خیلی ویژه‌تر و خیلی حرفه‌ای‌تر هستن و مخصوصا اینا که تو محلات هستن میگیری، اونا زنبورا میرن دنبال شهد خوب و خوشگل تا بخورن تا بزنن و بعدش هم چیز میگن عسل. حالا اینجا داشته باش، اینو عسل میزی توش، بعد عسل مثل پنیر شد، یعنی آب شد روش. بعد کشو رو باز میکنی، یه دونه چنگال ونگ داری. بعد چیکار میکنی؟ وقتی عسل ریختی روش کنجت میریزی. بعد میگردی دنبال کنجت رو پیدا میکنی. کنجت یه تاقار کنجت داره، چه خبره؟ مهاجرت یادت نره، ادامه‌ش رو بهت بگم داستانش یه مقدار طول داره. انقدر هم که میای در موردش هی صحبت میکنی هر سری من، چون که تقریبا 11 سال من مهاجرت کردم، تو این 11 سال بیشتر از فکر کنم 7 تا کشور زندگی کردم. زندگی کردم مالزی، دبی، ترکیه، ایتالیا، فرانسه، یونان، قطر. اینا رو توش بودم و زندگی کردم. بیشترین تایمش البته ترکیه بوده، ولی گفتم براتون بگم شاید جالب باشه. کسایی که مهاجرت میخوام بکنن، کسایی که دومین مهاجرتشون میخوام بکنن، کسایی که حتی سومین مهاجرت، که من خودم چندمین مهاجرتم، همه رو رفتم و دیدم. خب اینو برمی‌داری، این کارو به نام خودم بگو، خودم که خدای اعظمم و خدا رو شکر که میتونم شکرگزاری کنم و این عشق رو وجود وارد کیهان بدنم بکنم و باهاش انرژی های جذاب بسازم، از انرژی تو مسیر درخشانی استفاده کنم. ببین اگه آووکادو خورد نیستی، چون تا حالا اینجوری نخوردی، آووکادو رو به قاچوا، عسل، کنجد، اگه هر روز صبح نخوردی اسمم عوض میکنم. بعد صبح هم بزن که انرژیش بپاچه تو روزت، کلی کارهای خفن انجام بدی. مهاجرت و تو از یه شهری به یه کشور دیگه میخواستی مهاجرت کنی، دوتاشم برای چالشاشو میگفتم. حالا تو وقتی که میخوای یه مهاجرتی رو انجام بدی که هیچ چیزی ازش نمیدونی، ریسکش بالاتره دیگه. حالا ما از مهاجرت شهر به شهر اومدیم پله بالاتر، مهاجرت کشور به کشور. بعد وقتی میخوای مهاجرت بکنی یه سری آمار و اطلاعات میگیری. وقتی مهاجرت میکنی یه سری آمار و اطلاعاتت میبینی که کافی نبوده و خیلی مهاجرت معقوله، سختیه ولی جذابیه. واقعاً عزیزایی که مهاجرت کردن و چندین سال خارج از ایران دارن زندگی میکنن، واقعاً به مراتب یک سری تجربه و علم و آگاهیشون نسبت به کسایی که داخل ایران موندن به نظر من بالاتر و یک سری تجربیات متفاوت‌تری رو تجربه کردن، هر کی تو صنف خودش و هر کی توی ابعاد و اندازه خودش. مثلا اگه یکی لوله کش مهاجرت کرده اومده خارج از ایران داره لوله کشی میکنه تو صنعت خارج، حالا مثلا میگیم دبی، ترکیه، اروپا، داره تو اون صنعت میکنه، قطعاً 3 پله از اونی که تو ایران فقط داره تو صنعت ایران کار میکنه بالاتر. قبول داری؟ بزن قدش. و حالا تو لول‌های مختلف، توی بیزنس‌های مختلف، تو کارهای مختلف همین قانون صدق میکنه. پس واقعاً یه دست مریضات داریم به کسایی که مهاجرت کردن و این مهاجرت، من آمار مهاجرای ایران رو بهتون بگم پشماتون میریزه.
بین 8 تا 10 میلیون ایرانی ما مهاجر داریم. تازه تو این بین 8 تا 10 میلیون ایرانی خیلی ها بیزنسمنن، خیلی ها نخبه، خیلی ها اصلا کسایی هستن که خودشون اگه می بودن تو ایران یک بنای بزرگ تجاری بیزنسی و درآمدی رو واسه یه عده دیگه‌ای فراهم می‌کردن اگر که تو ایران می‌موندن و ایران هم به دنیا وصل می‌بود، نه این ایرانی که کلاً هشتش گرون و هشه به هیچ جا وصل نیست. میدونی نه بانکی داریم، نه اقتصادی داریم، نه درآمدی داریم، نه چرخه اقتصادی داریم، نه هیچ. خیلی خفن شد. بعد آووکادو رو بزنیم، بعدش هم یه قهوه بزنیم با هم عشق کنیم. به به. جاتون خالی، لطفاً درست کنید. این خیلی سختی نیست واقعا. خیلی هم چیز ساشه واو نیستش که بگیم حتما باید انقدر پول داشت. یه آووکادو دیگه داداش، آبجی بخر، میکس رو بزن به بدن، یه خدا رو شکر بگو، یه انرژی واسه فرشاد جون بفرست. خلاصه جونم مرات بگه که اگه مهاجرت کردی، که دوست دارم یکی از تجربیات خیلی پرفکت تو برام بگی اینجا، که ببینم چه حسی و چه تجربه‌ای داشتی توی مهاجرت. اگرم تازه میخوای مهاجرت کنی، بگو چه کشوری مد نظرته و چه شغل چیه، چند سالته. تو کامنت کن که من اگه اوکی بود توی یه مقدار نگاه کردم توی ویدیوهای بعدی بیام یه سری توضیح دیتیلزتر رو در مورد مهاجرت بدم، چون به شدت مقوله مهمیه و خیلی دیتیلز داره و چون خودم تو این بدنه مهاجرت از این کشور به اون کشور خیلی اتفاقات مختلف رو تجربه کردم، شاید یه قسمتیش هم به درد شما بخوره و شما بخواید حداقل اگه تا حالا مهاجرت نکردید ببینید، گوش بدید، دقت بکنید. اگه مهاجرت کردید ادامه راهو داشته باشید، یا اگه مهاجرت دوم یا سومتون هست هم اتفاقاتی هستش که شما رو بخواد سورپرایز بکنه. خلاصه چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که تو وقتی که میخوای مهاجرت بکنی باید بدونی که ریسک داره، باید بدونی که سختی داره، باید بدونی همه چی صفر میشه. اولین چیزی که میای دنبالش میگردی پاسپورته، اقامته، شناسنامه است، هر چیزی که تو ایران میگی، کارت ملیه. تو ایران اسمش اینه هست. وقتی میای خارج از ایران باید بیافتی دنبال کارت ملی خارجی. من دارم دیگه خیلی سلیس بهش میگم، میشه کارت اقامت. باید بیای تو دنبال اولین چیز کارت اقامته. چیکار باید بکنی؟ پول باید بدی. چیکار باید بکنی؟ هزینه باید بکنی، وقت باید بذاری، زندگی جدید باید بسازی تا بتونی بر اساس اون قانون اون کشور بری کارت اقامت بگیری، مدرک هویتی بگیری. یه هزینه اکسترا داره، یه استرس اکسترا داره، یه سری دوندگی‌های اکسترا داره. نگاه کن، این اولین قدم مهاجرته. قبلش باید خونه بگیری، قبلش باید برنامه‌هاتو اوکی کنی، کاراتو اوکی بکنی، دخل خرجتو با هم فیکس کنی، ببینی چیکار می‌خوای بکنی. تازه بعد از این همه دوندگی آیا اقامت بدن، آیا اقامت ندن، چون بعضی از کشورها هستن اینقدر اذیت میکنن که پدرت در میاد و یه موقع از تو اقامت میگیری، یه موقع از بعد 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال دیگه بهت اقامت نمیدن و تو میمونی هاج و واج و مجبوری مهاجرت دومت رو بکنی. هستن کسایی که من دیدم تو این همه سال و خودم هم همین شکلی اتفاق برام افتاده، توی کشوری نتونستم اقامتم رو ادامه بدم، مجبور شدم کشور بعد رو انتخاب کنم. هر چی ساخته بودم اونجا پنبه شد، رفتم بعدی. چون میدونی تو وقتی میری توی لوکیشن جدیدی شروع میکنی به خونه گرفتن، شروع میکنی به آشنا شدن با آدم‌های مختلف، دوستای جدید پیدا میکنی، آدم‌های مختلف جدید میکنی، تو مسیر کاری خودت میری فیلدهای کاری رو پیدا میکنی تا بتونی باهاشون ارتباط بگیری. بعد اگه بعد 1 سال 2 سال 3 سال تلاش و دوندگی یهو اقامتت به مشکل بخوره و بخوای بری مهاجرت بعدی، یعنی خیلی از ارتباطات و کارا و کارهایی که کردی پشت میشه دیگه. باید بری یه کشور جدید دوباره شروع کنی، مثلا چی هستی، برقکاری، مهندسی، فلانی، مگر اینکه دورکاری داشته باشی، آنلاین کاری داشته باشی، بتونی از کشور بعد هم آنلاین کاری تو ادامه بدی با همون ارتباطات. وگرنه کسایی که کارهای فیزیکی انجام میدن، آرایشگری فلان این حرفا،
حواستون باید باشه که این موضوع توی همه کشورها هست. هر موقع ممکنه قانون‌های کشورها عوض بشه و اقامتتون به داستان بخوره. پس اینو همیشه پس ذهنت داشته باش که اگه خواستی مهاجرت بکنی همیشه یه بک مالی، یه چیزی، یه پلن آگزی مثلا این شکلی که دیگه چی بشه چی کار کنم یه گوشه‌ای بذاری که اگه یه همچین اتفاقی افتاد یه چیزی داشته باشی خودتو جمع جور کنی دوباره مهاجرت کنی کشور بعد. چون وقتی ما مهاجرت میکنیم از ایران، راستشو بخوای وقتی خارج از ایران که زندگی میکنی دیگه دلمون نمیخواد برگردیم ایران، به خاطر اینکه آزادی رو میبینیم، چرخش اقتصاد رو میبینیم، شرایط رو میبینیم، ذهنمون راحت تره، شرایط روحی روانیمون راحت تره، دوست نداریم دیگه برگردیم ایران. میگیم بابا هر جور شده سختیشو به جور میخریم ولی همینجا زندگی میکنیم، ولی همینجا کار میکنیم، ولی همینجا دهنمون سرویس میشه. چیه بابا اونجا سر هر چیزی بهمون گیر میدن. میدونی چی دارم بهت میگم؟ واسه همین وقتی مهاجرت میکنی یه جوری میشی که دیگه نمیخوای برگردی. و اگه جز کسایی باشی که تو مهاجرت کردن و باز چند سال به مشکل خوردن و برگشتن ایران، دیگه ببین چه باگ بزرگی داشته که مثلا این اتفاق براش افتاده. وگرنه هیچ دوست نداره برگرده ایران. هیچ کس دوست نداره برگرده توی اون شرایطی که بهش گیر بدن و اقتصاد خرابه و نمیدونم آزادی درست حسابی نداریم، تفریحات درست حسابی نداریم، طبیعت سیف و امنی نداریم که راحت اینجا تو هر جایی بری. تازه اینجایی که من دارم با حرف میزنم که ترکیه است، یکی از کشورهای در حال توسعه آسیاییه که خودشو چسبونده اینور به اروپا. آسیایی‌ها هم زیاد آدم حساب نمیکنه، میگه من خیلی کردنم کلفته، اونور چسبونده خودشو به اتحادیه اروپا. تو جنگل، تو غار، تو خیابون، تو کشتی، تو بیابون، خدا شاهده که حس امنیت رو تو احساس میکنی. تازه ترکیه جز کشورهایی نیستش که همه جاش امن باشه. مثلا ما داریم کشورهای دیگه‌ای که توی آسیا هستش، قاره آسیا، مثلا امارات متحده که خیلی امنیتش بالاتره. مثلا حس خفن میکنی، حس میکنی تو قرار اذیت بشی، حس میدونی که بابا تو باید کار کنی، پول در بیاری، زندگی راحتی داشته باشی. این خیلی ساده است. کسی نمیاد الکی بهت گیر بده، پلیس حق نداره بیاد اذیتت کنه. ولی ما تو همین ترکیهش خدا شاهده بارها و بارها یا رفتیم اداره پلیس یا کار دادگاهی داشتم یا مسائل مختلف بیزنسی داشتم رفتم، یا پلیس تو خیابون باهاش صحبت کردم، اینقدر با شخصیت، با احترام، با لول با آدم برخورد میکنن، کیف میکنی. با ماشین منو پلیس راهنمایی رانندگی جلو منو گرفت، من این کارمو تایید نمیکنم ولی اتفاق دیگه پیش اومد. مست بودم ساعت 3 صبح جلوی منو گرفت، دستگاه زد، دید من 121 الکل تو بدنم خورده بودم، 121 افتاد و خیلی هم چیز بودم، یعنی از 50 به بالا دیگه به عنوان هم جریمه میشه، هم ماشینتون میخوابونن، هم برگه دادگاه میاد در خونت که نباید این کارو بکنی. و اینقدر با احترام با من برخورد کردم، من پیاده کردم با احترام، آب داد بهم، چیزی احتیاج نداری فلان، ما باید اینقدر تو رو جریمه کنیم، ماشینت باید بخوابه، خودت هم باید بیا اداره پلیس یه اعترافنامه پر بکنی فلان، این حرفا. و خیلی با ادبانه، با شخصیتانه. این تازه یکیش بود. من بارها و بارها با پلیسا این ارتباط رو توی لول ها و جاهای مختلف داشتم و همشون با شخصیت و با احترام تو هر لاینی. اصلا کیف میکنی. میگه آقا من خطا کردم دیگه. تو که نباید خطای منو با بی احترامی جواب بدی، با داد و بیداد و ضرب و شرب و هر چیز دیگه کوفته دیگه. تو باید یه کاری کنی که من خطام خجالت بکشم دیگه، اون خطا رو نکنم و حس امنیت بکنم توی کشور، تو این کشور حس امنیت بکنم. چون منم مثل آدم‌های دیگه دارم اینجا مالیات پرداخت میکنم، دارم اینجا هزینه میدم و هیچ فرقی نداشت، کیف میکنم این موضوعات رو. به خاطر همین حالا یه قهوه بزنیم با هم، اینجا رو داشته باش. به خاطر همین راستشو بخوای وقتی که مهاجرت میکنی دیگه دلت نمیخواد برگردی، واسه همین دیگه تو هر چقدر تونستی تو دست و پا میزنی که بمونی، هر چی بتونی دست و پا میزنی، هر کاری بخوای میکنی که نمونی. خب امروز چی بزنیم؟ اسپرسو بزنیم، لانگ بزنیم. من همیشه اسپرسو میزنم ولی امروز رو
این پره؟ امروز رو لاین میزنم. این پر نیست. پر. اینجا جای پوکه هاشه، اینجا که میندازم میاد اینجا پوکه هاشه. امروز رو با هم یه قهوه خوشمزه بزنیم. به به به. خیلی خوشمزه میتونیم داشته باشیم. قهوه رو تو دستور کارتون قرار بدید که ایشالله عدد سلیقه‌ای ها بعدن ایوا شما اومدید پایین با من عدد سلیقه‌ای ها یه موقع چیز نشه. حالا اینو گفتم دیگه به کجا برسم که بدونی اگه خواستی مهاجرت بکنی ذهنت رو کامل باز بکنی که این مسیر یه مسیر خاله‌بازی نیست، این یه مسیر معمولی و همینطوری بپرم برم بیام و اینا نیستش. باید جدی باهاش برخورد بکنم و ممکنه چند سال درگیر بشم و ممکنه حتی تا آخر عمر دیگه دوست نداشته باشم برگردم. این موضوع خیلی مهمه که باید حتما مد نظرش داشته باشی. فکر کنم دیگه در بابت امروز خیلی دیگه صحبت کردم در مورد مهاجرت. خیلی حرف هستش که واسه مهاجرت میتونم بهتون بزنم و میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم، چون من توی کشورهای مختلف هم بیزنس رو انداختم، هم کار کردم، هم کارمندی کردم، هم کارهای مختلف کردم. و اینکه یادتون نره خودمونی با فرشادو داشته باشید. صفحه منم لطفا سابسکرایب یادتون نره فرشاد قریشی. دوستون دارم، حتما میام کامنت‌ها رو میخونم در مورد مسائل مختلف که مهاجرت هست. زیر این پست لطفا بنویسید که من بیام سوالاتتون رو بخونم که توی پست‌های بعدی خودمونی با فرشاد که اومدیم صحبت کردیم اگه اطلاعاتی تجربه چیزی بود بتونم در اختیارتون بذارم که شما حداقل جلوتر از من باشید، حداقل از الان من جلوتر باشید و بتونید پیشرفت جذابتر و بهتری داشته باشید. دوستون دارم، یه قهوه خوشمزه با هم بزنیم و آرزو میکنم که همیشه توی زندگیت آرزوهات رو زندگی کنی و کلی اتفاقات جذاب برات بیفته و ذهن و عشق و لحظات درخشان داشته باشی. خداحافظ.